سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی و ملت عزیز و مردم شریف تاجیکستان، ما و شما در آخران شب طاق ماه مبارک رمضان قرار داریم و این شب 29 ماه مبارک رمضان است. اگرچه مثل عادتی همیشگی تمام مردمان دنیا و مسلمانان چه در حرمین و در دیگر سرزمین هایی که مسلمانان عمر به سر میبرند در شب 27 ماه مبارک رمضان ختم های قرآن خود را انجام می دهند و پس از آن دیگر عبادت های عادی و تراویح های عادی می خوانند و خوب دیگر همین. ولی اعتکاف، آنانی که اعتکاف نشستند تا شب عید در مساجد و اعتکاف نشستند و خدا کند که تمام آنهایی که از ملت ما و از مردم شریف ما در مساجد و هر مساجد خانه های خدا اعتکاف نشستند در حق خود و در حق ملت و وطن ما دعاهای خالصانه و دعاهای مخلصانه خود را انجام دهند که این بزرگترین افراد این ملت هستند که اعتکاف نشستند و این سنت رسول اکرم را زنده نگاه داشتند. ولی ما و شما چون در خانه ها قرار داریم و خوشا به حال اون افرادی که این شبهای طاق ماه مبارک رمضان و این دهه ماه مبارک رمضان، دهه آخرش را زنده نگاه داشتند و دعاهای خالصانه خود را در حق ملت، وطن و امت و ملت کردند. خدا به هر دعاهای کرده شما برای ما و شما و امت خیری زیاد را عنایت فرماید. خدا را شکر میگوییم که این ماه مبارک رمضان برای ما فرصت خوبی بود برای شسته شدن گناهان ما و شما و فرصتی بهترین بود برای تازه شدن و برای به الله نزدیک شدنمان و تقویت ایمانهای ما و شما. در ما حدود 4 ساعت دیگر باقی مانده است و اذان صبح کمی کمتر از 4 ساعت و دوست داشتیم قبل از این که ما یعنی 2 جزء آخر دیگر قرآن مانده است و خاطر انتها و ختم دیگر ما در نماز تراویح و در وقفه نشستیم و دوست داشتم که با مردم و ملتم چند دقیقه باشم و دعاهای خالصانه خود را در حق وطن، ملت و مردم و دولت عزیزمان انجام دهیم. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. بار خدایا تو عفو و بخشنده و بخشاینده هستی، ما را ببخشا و دوست می‌داری بخشیدن را. بار خدایا ما را و ملت و مردمی مظلومی تاجیک را ببخشای. بار خدایا تمام آن گناهانی فهمیده و نافهمیده ما ملت و مردم تاجیک را که انجام داده ایم از ما بگذر و ببخشای. بار خدایا افراد سفیه این ملت، افرادی که واقعا ناآگاه هستند و یا فریب خورده هستند که نمیدانند چی کار میکنند، بار خدایا به عملهای انجام داده آنها ما را مؤاخذه نکن. اگر چند تو خود گفته ای استعیذ بالله ولا تزر وازرة وزر اخرى، گناهی هیچ کسی برگردن کسی دیگر بار کرده نمی شود، اما به سبب بعضی از افرادی که انجام گناه ها می کنند یا اینکه امر به معروف و نهی از منکر در کشور ما ممنوع شده است و نمی گذارند که علمای حق گو در منابر مسجدها سخنهای حق بگویند و این چیزی است که عذاب خدا را بر بالای ما بیشتر نموده است و مصیبت این ملت و مردم را روز به روز بیشتر نموده است و این چیزی است که امام علی رحمانوف این را برقصدانه می کند تا اینکه مردم و ملت تاجیک دیگر نتوانند به یک کلمه جمع شوند تا بر سر ما بتازد و
ظلم کند و بکشد و زندانی کند، این واقعا خیلی یک حالت بد و وخیمی است که خداوند برای این ملت این پیر بزبله بچه مریم گرسخته را فرستاده است تا اینکه ما و شما را عذاب دهد. و دعا کنیم در این شبهای مبارک رمضان که خدایا خداوند کریم رحمان و فی پلید را از سر قدرت هر چیز تیزتر دور بگردان. خدایا خداوند کریم و مانند برادر امردین علاوتشایف که دقیقاً در روز 28 ماه مبارک رمضان حکم سودی او را برای سالیان مدید زندانی و زندان حکم کرد و صدها زندانی شونده دیگر در انتظار هستند. خدایا خداوند کریم این برادران مظلوم و بیگناه زندانی که در زندان قرار دارند و مقاماتی درنده و چرنده رحمانوف بر علیه این زندانیان حکمهای ناعادلانه خود را صادر دارند، الله این زندانیان بیگناه را از ظلم و ستمی رحمانوف و مقامات درنده اون نجات دهد. ای بار خدایا مادران این ملت را رحمانوف و مقاماتش ظلم و ستم دارند. تنها و تنها دستی ما و دامان توست ای الله. از تو میخواهیم و از تو مسئلت داریم و میدانیم که تو بندگانت را دوست میداری و ما میدانیم که رحمتت بر غضبت بیشتر است. ما دیگر جای برای دعا کردن و درخواست کردن نداریم. هیچ مؤسسه، هیچ حکومت، هیچ کسی به درد ما نرسید تا امروز. تنها دست ما و دامان تو ای بار خدایا رحمانوف و این مرد خشینی که اصلا از کوچه ایمان و انسانیت نگذشته است، خدایا عبرت بگردان برای ظالمانی آینده این ملت که اگر ظالمی خواهد بار دیگر بر این ملت ظلم کند، گذشته رحمانوف را ببیند و توبه کند. ای بار خدایا چونین مصیبت بالای این عائله بیار که تمنای مرگ را کنند ولی برای آنها مرگ را نده، تا اینکه چنانه که مادران این ملت را زندان کردند، پیرمردان این ملت را زندان کردند، جوانان این ملت را غورمرگ کردند، دختران این ملت را بیوه کردند و زنان این ملت را در حالت بد و وخیم قرار دادند. خدایا خداوند کریما 7 دختر رحمانوف و نبیرهاش به چنین مصیبت ها گرفتار کن. ای بار خدایا اونها تمنای مرگ را کنند، برای اونها مرگ را عنایت نکن. برای اونها مرگ نجات و خلاصی از ظلم باشد. ما با آنها ظلم کردنی نیستیم، تنها ما او را و عائله اش را بر تو سپردیم و تو به این قادر هستی. سرنوشتی بد و شوم بر بالای این عائله بیار که تمام مصیبتی این ملت و وطن و دولت و مردم، مادران و پدران و خواهران از دست این عائله است. ای بار خدایا ما میدانیم که تو به حال ما نظارت داری و از تو التجا می نماییم که این ملت را از این مصیبت ها برهان. ای بار خدایا تو به این قادر و توانایی. خدایا خداوند کریم ظالمان چون رمضان رحیمزاده و اس یتیموف و منصور عمروف و یوسف رحمان و شیر محمد شاهیان و سودی عالی و سودی کانستیتوسیونی و تمام آنهایی که بر قانونهای این ملت، بر کانستیتوسیون این ملت حتی احترام و ارج نگذاشتند و بر بالای آن پا نهادند که آن قانون وضعیه که خودشان آن را وضع نمودند حتی به آن احترام نگذاشتند. خدایا خداوند کریم برای آنها نیز آنچی از خزانه غیبیت میسر کن که عبرت برای سود و رئیسی امنیت و وزیر داخله آینده این ملت شود. ای بار خدایا هرچی از تو ما تمنا میکنیم از عفو و کرمت خواستیم و هرچی از تو تمنا داریم آنچی که تو خود میبینی و شاهد هستی از ما بیشتر به سرائر و از ما بیشتر به آنچی که اونها انجام میدهند تو آگاه تر هستی. ما ممکن است از 110% جنایت های آنها را ندانیم و نبینیم، ولی تو که آخر به این آگاه هستی. ای بار خدایا این ظالمان را
و اعمالی که انجام میدهند مؤاخذه کن و مؤاخذه را ما میخواهیم با چشمانمان ببینیم. ای بار خدایا تو کرم و لطف و عفوت را بر بالای این ملت ببار و این ظالمان را دستهای بسته با زولانه در نزد محکمه عادلانه این ملت بسپار. ای بار خدایا تمام ظلم و فجایع را بالای ما انجام دادند، ولی کسی از این ملت یارای سخن گفتند و کسی از این ملت دیگر نتوانست در مقابل اینها بایستند. هر کسی صدا بلند کرد او را خائن، او را جنایتکار، او را تمام آن چی که خواستند بر بالای او القاب و اتهام کردند و قلاب و نمیدانم فلان و فلان اتهامش کردند. ای بار خدایا ما نمیخواهیم کسی را اتهام به چیزی کنیم. تو خود آنچی میدانی و میبینی. ای بار خدایا قسم به عظمت و جلالی که داری، قسم به آن نامی دعا میکنیم، به آن اسم اعظم که هر وقتایی که اون اسم گرفته شود تو اجابت دعا میکنی. ای بار خدایا دعاهای عاجزانه ما را بپذیر و این ظالمان را همچنان در جنایت هایی که انجام میدهند گرفتار و مؤاخذه کن که این ملت آنها را ببینند و دلشان تر شود. ای بار خدایا اینقدر مظلوم بیگناهی که در روسیه قرار دارند و در وخیمترین حالتها گرفتار مصیبت‌های گوناگونند، تمام اینها از دست این عائله، تمام اینها از دست و جبر و ظلم یک شخص با نام رحمانوف و مقامات قدرتی و درنده او قرار دارند که اونها هیچ گناهی ندارند. هیچ گناه اینها تنها این است که آنها تاجیک هستند. ای بار خدایا از سر ما این ظالمی دیکتاتور را دور کن، تو به این قادر و توانایی. ای بار خدایا هر چی که ما از تو طلب میکنیم این عفو و کرم و بخشش تو بر ماست. ای بار خدایا ملت تاجیک را به کلی عفو کن، از گناه ما ببخش. ای بار خدایا بر قوم اسرائیل 40 سال مهلت دادی، ولی برای ما 30 سال مهلت بده. 10 سال اون بنی اسرائیل را از ما بگیر. ای بار خدایا این 30مین سال باشد که ملت تاجیک پس از آن آزادی باشد، پس از آن نسیم آزادی بر ما بدمد. ای بار خدایا فرزند تاجیک را از گفتن کلمه لا اله الا الله محروم کردند. ای بار خدایا مادران پیر تاجیک در روسیه و در خارج در اروپا زار و خوار گشتند و انتظار رفتن به وطن هستند. تو این را برای ما و برای این مادران و برای این پدران و برای این مردم فراهم بیار. ای بار خدایا این فرعون ما را از سر قدرت هر چی تیزتر دور بگردان و ملت و مردم تاجیک را متحد بگردان تا اینکه توانند اتحاد کلمه بر علیه یک ظالم چون رحمانوف بایستند. ای بار خدایا آنانی که میبینند ظلم رحمانوف را ولی باز هم از او حمایت میکنند آنها را هدایت کن. واقعا آنها نمیفهمند. ما دعای بد بر علیه آنها نمیکنیم چون که آنها مجبورند بعضی از ایشان. خدایا هدایتشون کن. خدایا حقیقت را بر چشم آنها بینما تا اینکه بفهمند که کی خائن است و کی جنایت دارد. ای بار خدایا اگر هر یک از مبارزان فکر خیانت به وطن را کرده باشند، خدایا شرمنده و رسوا بگردان هر فردی که خیانت به وطن را فکر دارد. و الله شاهد است و تو با دل ما شاهد استی که ما نه در فکر دنیا و نه در فکر پول و نه در فکر زرق و برق دنیاییم. تنها و تنها میخواهیم که عزت و شرف گم گشته ما بار دیگر برگردد و این ظالمان را شوربخت و نگونبخت بگردان، چنانه که در این طول این سالها ما را به چنین حالتها گرفتار کردند. تو به این قادر و توانایی. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ای بار خدایا تو به این قادر و توانایی ما را ببخش، ما را ببخش، ما را ببخش. از ما گناهان سر زد، فهمیده و نفهمیده، آشکارا و پنهان، ولی تو انشاءالله عفو و کرمت بیکران است. خدایا ما را به حالت اول خود، به حالت مجد و شرف خود این ملت و مردم را برگردان و تمام آن خواهشاتی که خواهرانی ما، مادرانی ما، برادرانی ما، پدرانی ما در این شبها کرده اند از تو
آنها را بپذیر. تو به پذیرش دعا قادر هستی و خود گفته ای که ادعونی استجیب لکم. ای بار خدایا، این دعاهای خالصانه ما به درگاه تو بود و تو از ما این را بپذیر. برادران و خواهران گرامی، دعا کنید انشاءالله این شبها شبهای خیلی مقدس و شبهای خوب هستند که وعده خود الله هست و الله از ما و شما انشاءالله که میپذیرد. اگر آنچه که دعا و طلب نمودیم با چشمهای خود دیدیم فبها و نعمه، ولی اگر ندیدیم انشاءالله ملت و مردم آن را خواهند دید. خدایا خداوند کریم نور حق را بر بالای این ملت گسترش بده و گفتنی سخن حق را در زبان هر یک فرد این ملت همیشه و همیشه تلقین کن و ترس و رعب را از دل جوان این ملت دور کن تا اینکه توانند در مقابل رحمان و فی پلید بیستند و بگویند تو دیگر برای ما شخصی نیستی که اداره این دولت را به دستت بگیری. انشاءالله فرزندان این ملت نمیگذارند که این رحمانوف به ادامه ظلم خود ادامه دادن بگیرد و جوانان بیگناه را زندانی کند. ببینید که در ماه مبارک رمضان جنایت‌هایش از اندازه زیاد است. اولین کار در ماه مبارک رمضان کرد، مادری عبدالرحمن را زندانی کرد، شاهده محمد جانوا. کارهای دیگری زیاده در مورد مادر فرهاد خدایارف و جنایدالله خدایارف را رئیس پارلمان میخواهد که زندان کند. نبره‌اش را کشتند و باز میخواهند زندانش کنند. دیدید که امروز امردین علاوتشایف را بردند و زندانی کردند. این دلالت از چی میکند؟ دلالت از آن میکند که رحمانوف نه به رمضان ما که ما مسلمانیم که این ماه نزول قرآن است، با این هم هیچ رحم و شفقت ندارد و ایمان هم ندارد به این ماه. ولی امروز یا فردا میبینید که با سر گردنش غوث کردگی روش روغن شکیدگی میبروید، میگه روزتون قبول باشد. ولی لعنت کرده الله وقتی از اون پرسیده شود که تو در این رمضان به این ملت و مردم چی کار کردی غیر از زندان کردن و ظلم کردن، دیگر جواب ندارد. به این خاطر رحمانوف را هرگیز فکر نکنید که او از ما و شماست. هرگیز فکر نکنید که رحمانوف به مقدسات ما و شما رحم دارد. تنها و تنها دعای از بین رفتن او را کنید. رحمانوف دیگر هدایت شدنی نیست، چون که ابو جهل مسلمان شدنی نیست و مسلمان هم نشد. و همون خاطر هر یک فردی با ننگ و ناموس ملت باید دعاهای خیر و صادقانه خود را در حق این ملت و وطن انجام دهید. انشاءالله که فرج و پیروزی نزدیک است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.